آقا شما که مهاجرت میکنی برادر جان، این چرخ هواپیمای بی صاحب بزنین فرودگاه ما، بچسته در کون هواپیما، بعد شروع بکنین نو پرابلم نو فلان. خانومه به من تکست داده 3 روز 4 روز زیر دایرکت بالا، دیشب رفتم خوندم زده که are you there or turn on my homework. زنگ زدم به آلت 40 سال آمریکاست، گفت آقا من اصلا نمیدونم معنیش چیه. به برادرش سوئد زنگ زدم، گفت آقا من نمیدونم چیه. به خود دختره وایس دادم، گفتم آبجی جان چی میگی؟ با همین صدا قبلا سلام من دبی هستم، میگم تکلیفم رو روشن کن. بهش گفتم خواهر پاسه turn on your homework مشق دیکته رو میگن. من میگم این یه ذره آبرویی که برای مملکت مونده رو از دست ندیم، از بین نبریم. ما خودمون 70-80 میلیون ایرانی همین فارسی صحبت بکنیم نو پرابلم، همون نو پرابلم شما ولش کنین دیگه. این